داستان مارگزیده. سلام عزیزان، قصه امروز ما یکی کمک کنه. شونه بشم بچه رو قصه رو شروع نمی کنیم. ماره داره اینا رو میخوره. چون نمیخوام قصه ماره رو بگم. و قصه چی رو میخوای بگی؟ قصه اینو. باز یه نقشه تازه. اینا همش نقشه دزداست. چون میندازن مار اومده که مردم حجرهاشون رو ول کنن برن، ولی کور خوندی. من توزم تکون نمیخورم. سلام بزاز، شونه بسر امروز وسط این همه شلوغی میخواد قصه تو رو بگه. خوشحال شدی؟ برو بابا دلت خوشه. انگار هیچ خوشحال نشد. به گمانم نشد. چرا؟ خب چون به همه شک داره، حتی به من. شک داره؟ نه خیر، شک نیست. حواست نباشه همه میخوان ازن سوء استفاده کنن، میخوان سر تو کلا بذارن. همین شونه بشن. فکر کردی واسه چی میخواد قصه ای منو بگن؟ میخواد سر تو کلا بذاره؟ بلی. شونه بسر میخوای سر اینو کلا بذاری؟ خب من که نه، ولی یه نفر دیگه چرا؟ کی؟ قضیه برمیگرده به چند ماه پیش، وقتی بزاز میخواست بره از یه شهر دور پارچه بیاره و حجرش رو سپرد به دست دوست قدیمیش. بیا رفیق قدیمی، این کلید حجرم. جون تو و جون این حجره. ازش مثل چشات مراقبت کن تا من برگردم. برو خیال تخت، حجرت در امن و امانه. خداحافظ. اما وقتی بزاز از سفر برگشت یه اتفاق دیگه افتاده. حجرم، پارچه های علام. چه کشکی؟ کدوم کلید؟ کدوم حجره؟ کدوم پارچه؟ کدوم قول؟ ببینم ما قبلا همدیگر رو دیدیم. ببخشید اسم شریف شما؟ و اینجوری بود که بزاز به یه آدم دیگه تبدیل شد. یه ساعت زل زدی به اون پارچه. خیال نکن نمیفهمم میخوای یه تاقشو کش بدی. من دیگه گول نمیخورم. پیتکا. ای بچه، خیال نکن نفهمیدم میخوای خورجینم و قاب بزنی یا من دیگه گول نمیخورم. خیال نکن نمیدونم میخوای اینا رو بهم قالب کنی یا من دیگه گول نمیخورم. برای همینم وقتی یه دوست دیگه بهش هشدار داد که سر و کله مار تو شهر پیدا شده و باید خیلی مراقب باشه، این جوابو بهش داد. خیال نکن نفهمیدم تو هم با دزد هم دستی ها. میخوای من از ترس مار حجرم و بجارم برم که به رفیقات خبر بدی بیان سراغ پارچه هم، ولی کور خوندی. من دیگه گول نمیخورم. ای بابا، خب ماره دیگه. مار کوش. تو چرا از رخت خوابت اومدی بیرون؟ اینجا نیست که. بله، اوضاع بزاز و اوضاع شهر همینجوری پیش میرفت تا این که بابا جان، آخه این چه خلق و خویه که پیدا کردی؟ شما بهش بگو. همه خلق خدا که عین هم نیستن. حالا یکی بهت بدی کرده، همه که نیت بد ندارن. بابا شونه بشن، مار رفت تو حجره هیچکی هم ندید. چرا یه نفر دید مار رفت تو حجرت و بعد پرید تو حجره بزاز تا ما رو پیدا کنه. باش این ژانبیه اومد. برو بگی بخواب. آدم مریض قد راه نمیره که رفته تو حجره بزاز. کاری به تو نداره آخه. بله، دست فروش پارچه ها و دار و ندار بزاز و گشت تا بلکه اون ما رو پیدا کنه. نریز، زندگی ما ریختی به هم. نریز بیرون. نبو. بابا جان، مطمئنی مار دیدی؟ دیدم، با همین جفت چشام دیدم. خزید تو حجره. فکر نکن نفهمیدم دستت با اون تاجر سر بازار توی کاسش. ماره چیک، میدونستم از اولش هم میدونستم میخواستین پارچای من کر و کثیف شه بخوره تو سر مال، ولی کور خوندین. من اینا رو یه پول سیام ارزونتر نمیدم. من دیگه گول نمیخورم. نکنه مار تو خورجینش باشه.
اما این بارم چیزی پیدا نشد. نترس، الان میگیرمش همینجا. خودم دیدم سرش از تو خورجینه دوورد بیرون. دیگه هیچ وقت نمیخوام ریخته تو ببینم. ای بابا بزاد رفت تو خونه و دستفروش ناامید و سرخورده راه افتاد تا برگرده سر کار کاسبیش که گرسنمه حوث موش کرده. و خب تکلیف معلومه دیگه. مار اومد تو خونم. مار گلومو ول کن، خفم کردی. مار نیست، ریسمانه. مطمئنی؟ کجا بودی؟ باز کن خودم دیدم مار اومد. ولی بزاز اصلا محلش نذاش. دستفروش بارها به سرش زد که برگرده سر کارش، ولی دلش نمیومد دوست قدیمیشو با یه مار تو خونه تنها بذاره. در نتیجه همونجا نشست تا شب شد. خیال کرده من گول میخورم. فکر میکنه من مار میخواد از زیر در بره. خب اون همه جورش امتحان کرد. سعی کرد در رو با لگد باز کنه. سعی کرد از زیر در بره تو. چون هیچ کدوم جواب نداد از بالای در پرید پایین و خودش رو رسون تو اتاق. دفعه میدونم که مارگزیده از ریسمان سیاه‌سفید میترسه، اما همه که مثل هم نیستن. من واقعا رفیقتم. مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه یعنی چی؟ یعنی آدمی که یه بار براش اتفاق بدی افتاده همش منتظر اتفاقای بده، همه چی میترسه. بله، با این فداکاری دستفروش بزاز متوجه شد که همه آدما مثل هم نیستن و اگه یکی بهش بدی کرده به معنی این نیست که خوبی و مهربونی از دنیا رخت بربسته و قرار همه آدمای دیگه بهش بدی کنن. رخت بربسته؟ یعنی رفته. ببینم او جدی ماره یا ریسمان سیاه سفیده؟ ماره که رخت بربست حتما ریسمانه. ولی انگار رخت بر نبسته. اینجاست. ماره؟ ریسمانه؟ انگار یه ریسمانه که داره میخزه. ببینم شونه بسر. اون ماره که دست فروش گرفت قرار بود ولش کنه تو بیابون که رخت بربنده چی شد؟ آره میخواست تو بیابون ولش کنه، ولی فکر کنم کیسهش سوراخ بوده. آی ماره جدی مار بود، ریسمان نیست، ماره. تو که این بالایی شونه بسر خداحافظی کن تا این عزیزان از جیغای این کر نشدن. تا یه روز دیگه و یه ضرب مسئله دیگه. رخت بربند آقا ماره. گردنمو ول کن، خفن کردی. بابا رخت بربند بابا ولش کن، خوشی شونو